سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم روز ترسناکی رو سپری کرده باشین. اسم من ابوالفضل و کانال من یعنی دید گوست. خوش اومدید بچه‌ها. ویدیوی امروز درباره یک کتاب به اسم رستاخیز مردگان یا نکرونومینیکون. برای اونایی که نمیدونن این کتاب چیه، این کتاب یک کتاب دیوانه‌وار، ترسناک، عجیب، دیوانه کننده است و برای همین بذارین که براتون اینجوری بگم که نویسنده این کتاب عبدالحضرت یا عرب دیوانه است و اینکه این کتاب در سال 599 میلادی نوشته شده که نویسندش هم همون عبدالحضرت یا عرب دیوانه. این کتاب 2 سال پیش از سایت آمریکایی گرفتم و اینکه اون به زبان لاتین نوشته شده و من با کمک دوستانم اونو نشستیم ترجمه کردیم و الان دقیقاً جلوی شما است. و اینکه بذاریم بهتون بگم که این کتاب دور و برای 600 و خورده ای صفحه من دارمش و اینکه همش ترجمه فارسی شده است و اینکه قراره هر روز یا هر چند وقتی با که ویدیو میذاریم براتون 20 الی 15 20 الی 30 صفحه از این کتابو براتون بذاریم. پس با من همراه باشین و ادامه ویدیو رو ببینید. بچه‌ها بریم برای خوندن کتاب و اینکه بذارین اینم قبلش بهتون سرچ کنیم کتاب نکرونومینیکون یا رستاخیز مردگان براتون چیزای خیلی ترسناکی میاره و اینکه میگه نباید بخونین یا اینکه دیوانتون میکنه و من این کتابو دارم میخونم و اینکه من بار اولمه که دارم این کتابو میخونم و اینکه برو بریم برای ویدیو. کتاب قوانین مردگان یا نکرونومینیکون همونطور که توسط عبدالحضرت ضبط شده عرب دیوانه از لاتین ترجمه شده توسط دکتر جان ورمیز دیلند. سال خداوند ما هایی است که من دیدم و همه چیزهایی که آموختم در آن سالهایی که 3 مهره شهر سیاه را دیدم که 1001 قمر را دیدم و مطمئناً این برای این طول عمر یک مرد کافی است، هرچند گفته می شود پیامبران عمر تری داشتند. بچه این زمان پیامبری و چیزی نبوده، این خیلی قبل تره. اینم خواستم بهتون بگم. ببخشید که وسط ویدیو و ترجمه دارم حرف میزنم. من ضعیف مریض هستم و خستگی زیادی را تحمل میکنم و آهی مانند فانوس تاریک در پستان من آویزان است. پیر هستم. این کتاب قوانین و اعمال مردگان. جادوگر و شاعر بزرگ. من با اسرار موجود در این کتاب با روحی تاریک صحبت کرده ام که من را با وسیله آماده کرده. ثروت ها هم به شکل پول و هم به شکل دانش. من حتی دانش غیر قابل یادگیری راجع به الهیات را یاد گرفتم. همان چیزی است که من آموختم. من همچنین از ارواح قدیم یاد گرفتم که قبل از انسان زندگی می کردن و هنوز هم در رویای زندگی می کنن و آنها بسیار وحشتناک هستند. از همین روحیه ها بود که من را در این جادوی قدرت کامل فرو برد. گرگ ها نام من را در سخنرانی های نیمه شب خود حمل می کنند و آن صدای آرام و لطیف از دور مرا احضار می کند و صدای بسیار نزدیکتری با بی‌حوصلگی نام مقدس به گوش من فریاد می‌زند. وزن روح من باید مکان نهایی برای آرامش آن را تعیین کنند. قبل از آن زمان من باید تمام آنچه را که می‌توانم در مورد وحشتی که بدون آن رخ می‌دهد و در کمی در انتظار هر مردی است بنشینم، زیرا آرکانای باستانی است که از قدیم تحویل داده شده است. ما همه به جز چند مرد پرستندگان قدیمی ها که ممکن است نام آنها محو شود فراموش شده و اگر این کار را به پایان نرسانم، آنچه در آنجا است را بردار و به بقیه را کشف کن، زیرا زمان کوتاهی است و بشر بلایی را که در انتظار آن است نمی‌دانند و نمی‌فهمند. از هر طرف، از هر دروازه، از هر مانع شکسته، از هر عقل بی فکر در تغییرات جنون، زیرا این کتاب مردگان کتاب زمین سیاه است که من آن را در معرض خطر زندگی خود قرار داده ام. دقیقا همونطور که در آن دریافت کردم
در هواپیماهای فضای خالی، ارواح آسمانی. به همه کسانی که این کتاب را می‌خوانند هشدار داده شود که محل زندگی انسان‌ها توسط نژاد باستانی خدایان و شیاطین از مدتی قبل دیده شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. آنها به دنبال انتقام نبودند، موجوداتی هستند که در جای در کسموس رخ داده و جهانیان در روزهای قبل از خلقت انسان، زمانی که خدایان پیر در فضاها قدم می‌زدند. مسابقه استاد ما ارباب شعبده بازان. پس بدانید که من همان منطقه خدایان را زیر پا گذاشتم و همچنین مکانهای قدیمی ها و به مکانهای ناپاک مرگ تشنگی ابدی که گنزیر که در NPT اسپایک در روزهای قبل از بابل ساخته شده است دسترسی پیدا کنند. این را هم بدانید که من با هر روح و شیطانی صحبت کردم که نام آنها دیگر در جوامع انسان شناخته نشده است یا هرگز شناخته نشده‌اند و مهر برخی از اینها در اینجا نوشته شده است. دیگران را نیز باید ترک کنم. وقتی شماها را ترک کردم، آزتاتوس روح من را بیامرزد. من سرزمین‌های ناشناخته شده‌ای دیدم. هیچ نقشه‌ای تاکنون ترسیم نشده است. من در بیابان‌ها زندگی کردم و با شیاطین و روح‌های انسان‌ها ذبح شده صحبت که هنگام زایمان جان خود را از دست دادند. قربانیان لاماشتا شیطان. من در جستجوی کاخ استاد ما به زیر دریاها سفر کردم و سنگ بناهای یاد بوده مستضعفین مغلوب را یافتم و نوشته های برخی از اینها را رمزگشایی کردم، در حالی که دیگران هنوز برای هر مردی که زندگی می کنند رمز و رازی باقی مانده است و این تمدن‌ها به دلیل دانش موجود در این کتاب نابود شده اند. من در میان ستارگان سفر کردم و در برابر خدایان لرزیدم. سرانجام با استفاده از آنها دروازه آرزیر عبور کردم و قلمروهای حرام هاستور ناپاک منتقل شدم و مردگان را بزرگ کردم. من ارواح نیاکانم را به ظاهر واقعی و مشهود در بالای معابد ساخته شده برای رسیدن به ستاره‌ها احضار کرده‌ام و ساخته شده‌ام تا لبه حفره هادس را لمس کنم. بیهوده با جادوگر سیاه آستاتوق کشتی گرفتم و فرار کردم. زمین با فراخوانی بست و برادرش نیرمال تورتود ارباب ایکس دو سر. من ارتش‌های خود را علیه سرزمین‌های شرقی برپا کردم. با احضار وحشیانه که تابع خودم شدم و با این کار نگاه خدای قم را پیدا کردم که شعله نفسش می‌کشد و مانند هزار رعد غرش می‌کند. من ترس پیدا کردم و من دروازه‌ای را پیدا کردم که به بیرون منتهی می‌شود و پیرمردها که همیشه به دنبال ورود به دنیای ما هستند به وسیله آن مراقب ابدی بخاران یکی از کهن‌ها را بو کردم. ملکه خارج که نام او در متن وحشت مگان نوشته شده است وصیت برخی از تمدن‌های مرده را کشیشان آنها هستند. به دنبال قدرت یک وحشت دروازه شیطان را برای مدت 1 ساعت از زمان گذشته باز کنید و به هدر رفت. من از طریق شریعت کامل عجیب و غریب در حالی که هنوز پسری بیسواد یک چوپان بود به این داستان گرکس به ملسوپیتامیا گفته می شود. هنلهن. من فقط یک نفر بودم و تنها در کوههای شرق سفر می کردم که توسط افرادی که در آنجا زندگی می کنند بلک سیتی نامیده می شود. به صخره‌ای خاکستری به اسم با 3 نماد عجیب تراشیده شده برخوردم. من به اندازه یک مرد بالا به اندازه گاو گشاد در اطراف ایستادم. محکم در زمین بود. من قادر به حرکت دادن آن نبودم. دیگر به این کنده‌کاری‌ها فکر نکردم جز اینکه ممکن است کار یک پادشاه باشد تا پیروزی باستانی بر دشمنش را رقم بزند. من در پای آن آتشی درست کردم که از شر گورگ‌هایی که در آن منطقه سردرگم بودند و بخوابم و محافظت کنم، زیرا شب بود و من روستای خود دور بودم. بت دوربایا حدود 3 ساعت سپیده‌دم در 19ام شباتو است و با زوزه بیو تموم شد و اینکه این 10 صفحه بود ازش و اینکه قرار شد دیگه هر هفته 10 صفحه از این کتابو براتون بخونم و دیگه هر روز قرار نیست بخونم چون اول ویدیو گفتم. و اینکه بذارید اینم بهتون بگم که این کتاب دیوانه‌وار ترسناک است. مرسی که منو
تا اینجا حمایت کردید و اینکه خوشحال میشم دکمه سابسکرایب رو بزنید و اینکه حمایت کنید و اینکه برو بریم برای ویدیوهای دیگه و ترسناک. امیدوارم روز ترسناکی رو هم سپری کرده باشین. خدا حافظ.